به نظرتون میشه با یه ماشین سواری معمولی سنگ جابجا کرد؟ بله میشه، یه مدتی هم کار میکنه، اما ماشین سواری رو واسه خرید کردن و رسوندن بچه‌ها به مدرسه ساختن، نه جابجا کردن سنگ. واسه جابجا کردن سنگ یه ماشین سرسخت مثل یه وانت بزرگ لازمه که واسه اینجور کارا ساخته شده و میتونه هر روز همین کارو بکنه. انتخاب یه هارد درایو مناسب خیلی به انتخاب ماشین شبیه. با این اوصاف سواری میخرید یا وانت بزرگ؟ خب معلومه بستگی به کاری داره که میخواید باش انجام بدید. هر هارد درایو بار کاری محدودی داره که با ترابایت هایی که سالانه میتونه بخونه و بنویسه تعریف میشه. یه هارد معمولی دسکتاپی یا لپتاپی اگه 5 روز در هفته و روزی 8 ساعت کار کنه میتونه سالی 55 ترابایت رو بخونه و بنویسه. هاردهای نس و سرویلنس اگه دائما در حال کار باشن سالانه حدود 180 ترابایت رو میخونن و مینویسن. این مقدار برای هاردهای انترپرایز نس حدود 300 ترابایته و هاردهای انترپرایز که تو دیتا سنترها به کار میرن چیزی حدود 550 ترابایته. مشخصه که اگه از یه هارد دسکتاپی برای کارهای سنگین استفاده کنیم خیلی زود خراب میشن. واسه انجام چنین کارهای سنگینی حدود 6 تا هارد دسکتاپی لازمه. البته یه هارد انترپرایز میتونه کار اون 6 تا هارد رو به راحتی انجام بده. پس حواستون رو جمع کنید، هارد درست رو انتخاب کنید و بدونید که سیگیت محصولاتی سریع و مطمئن رو در اختیارتون میذاره. سیگیت، پارس ارتباط.